نگهش که هر روز شنبه در شهرک یا بیگر سبودنیک میگذره. این نوار کاربر رادیوی آزادی از شهرک آبی گرم فرستاده ابراز داشته است که ساکنان هر هفته شنبگی گذرانیده کوچه های شهرک را پاک میکنند، اما دائما رمه های گوسفندان از مرکز شهرک عبور نموده پاککاری های آنها را به اثر میکنند. چارواپروری یکی از ساحه های مهم کشاورزی و خواجگی خلقی تاجیکستان است. در دوام سال چوپان ها و رمه های گوسفندان در جستجوی چراگاه از یک منطقه به منطقه دیگر، از یک ناحیه به ناحیه دیگر و یا از یک ولایت به ولایت دیگر عبور می کنند. شهرک آبی گرم در 100 کیلومتری شرق شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان و در کنار نیروگاه برق آبی راغون جایگیر است. Buyur, tamam da ya.